سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو دیگه از چنل یوتیوبی نوری هزاره. صبح همگیشون بخیر، زور همگیشون بخیر. انشالله که خوب و سالم و صحتمند باشید، کنار خانواده خود، لبایشون پر خنده، دلشون شاد شنگول باشد، همیشه دانشون پر خنده، همیشه جور. از دعای خیر خمونم فراموش نکنید. فیلم های از ما رو توخ کید، من حمایت کید، دستم درد نکنه. انشالله دعاگوی همگیشم هستم. سلام دوستای عزیز، امید که حال دلتون خوب و سلامت باشه. در هر کجای دنیا هستین عالی و صحتمند و سر حال عالی باشین. خیلی خوش آمدین در ویدیوی متفاوت و امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. این ویدیوی قد ویدیوهای دیگه متفاوته. خب چند شب پیش که من لایو گذاشتم که آره سوالای خود از ما بپرسید که من میخوام در ویدیو جوابای کلی دوستا رو بدم که دوستا خیلی در پای لایو سوالای پرتکرار و پرشمار میپرسم. دیگه گفتم میره در ویدیو بگیم که دوستان بفهمه که چه سوالایی دیده و سوالایش را جواب بدیم. خب دوستای عزیز، اول کامنت های دوستا رو میخوانیم که گفته که اولین کامنت که برای ما دادت گفته که درآمدتون چقدره. درآمد از ما فعلا مانیتایز نشده، فعلا کم مانده. انشالله چند وقت دیگه خبر خوب برای همه عزیزان میدونم، برای فالوورای عزیز. و یک برادر عزیز از ما نمیدونم پرسان که گفته تو خیلی خوبی. سلامت باشی برادر عزیز، خوبی شما. آقای عزیز افغان که فکر کنم از این بعد دیگه نامش نباید بگیم، نام نبگو، خلاصه نام نبگو، ولی کامنت داد که زندگیتون لاکچری است. زندگی والا معمولیه، بد نیست دیگه. خوبه دیگه برادر عزیز. بله تو در ایران به دنیا آمدی یا نه؟ بله من به دنیا نه دیگه، به ایران به دنیا نمده برادر عزیز. من 2 سال 3 ساله بودم، از افغانستان آمدم سمت ایران. خود من خبر ندارم فعلا که خبر تا اونجایی که اطلاع دارم میدونم 2 سال 3 ساله بودم آمدم دیگه. یک برادر عزیز از ما گفتد که طرفدار رونالدو یا مسی یا رئالی یا بارسایی. من طرفدار وقتی رونالدو باشم حتما رئالی هم هستم دیگه، که دوستا سوالای رونالدو وقتا هر اصلا بیوازه ولی من طرفدارش هستم. اصلا 10 دفعه 100 دفعه بیوازه باز ما طرفدارش هستم. یک سوالای پرتکراری که در لایف میپرسم موقع کجای ایران هستین؟ ما تهران هستیم خواهر برادرای عزیز که این سوال از ما پرساندن. گفتد که چنل شما به درآمد رسیده؟ نه، گفتم که هنوز مانیتایز نشده، انشالله مانیتایز میشه و حتما ویدیوش برایشون پر مونم بلدهشون میلوم که شما بفهمید که آیا مانیتایز شده یا نه. یک خواهر عزیز از ما پرسان که گفته داداش ازبک هستین؟ نه والا ما ازبک نیستیم، ما هزاره هستیم. یک سوال پرتکرار دیگه هم که اینجا هستم موقع اسمت چیه؟ یعنی در فایلای برم همه موقع اسمت چیه؟ اسم خلیل وکیلی هست که همی تخلص من نوری هزاره. این چنل یوتیوب شه در نوری چیز در اسم نوری هزاره. یک سوالی که خیلی جالبه خب و بعضی از فالوورای عزیز که خیلی کنجکاو و سوالای خیلی شخصی پرسندن. گفته که دوست دختر داری یا نه؟ والا نه برادر عزیز. brother what's that؟ خلیل اون بچه هست که دوست دختر نه. خلیل ما مطمئنیم دوستای عزیز
خلید موقع بچه نیکی خان دنبال دوست دختر مستختر باشه. گفته که چند سالته؟ این هم یکی از سوالای پرتکراره که در پای لایف پرسن نه موقع چند سالته؟ والا ما 21 داره برج 2 ماه دیگه برج 10 دیگه برج 10 ما میشون 21 تموم شد. خیلی تأثیر گذار. گفته که مجرد یا متأهل؟ من مجرد هستم برادر عزیز. گفته چند کلاس سواد داری؟ من تا کلاس دهم خواندم. دهم خواندم آره دیگه خلاصه آره سواد زیاد سواد چه خیلی خوب اگر تا کلاس نهم بخونده ولیکن سواد چی خیلی خوب آدم انگار چیز احساس نکی درس خوندن تمام بوده. This is Elon Musk. فقط زیاد درس نخونده دیگه. آره دیگه از کلاس 19 به بالا نرفتم دیگه ولی همه چیزا میتونم بخونم دیگه راه فایده میتونم. انگلیسی هم تقریبا 4 ماه 5 6 ماه رفتم بعد از کرونا رسید. کرونا که رسید دیگه نشد. خب یکی از سوالای دوباره شخصی که از ما پرسنده دوستا خیلی سوالای شخصی پرسنده نمیدونم خیلی سوالای سخت پرسنده موقع که کی ازدواج میکنه؟ ما انشالله که پولدار هر وقت پولدار شدم انشالله به پول که دختر کسی شوی نه دوستای عزیز باید پولدار شونه. همی شما من حمایت که همی چنل یوتیوب یک ذره جلوتر بره پیش بره گفت چیز که کل دادیسم بای بخیر ازدواج نه دیگه بخیر یک عروس خوب میری برایشی. سوالای خیلی عجیب و غریبی پرساندید جواب دادنش هم سخته دیگه. گفته که در ایران چیز کار میکنید؟ این هم که یک سوال پرتکراره که برادرای ایرانی و خواهرای ایرانی که پرسیدن میگه چیز کار میکنید در ایران؟ حالا ما در ایران همین کارهای آزاده دیگه بالاخره ساختمانی هست همین کار یوتیوب هست. آره یارتمش که پیش آمد خوش آمد دیگه. دوستای عزیز ما را اینجا خیلی کم جان خیلی لاغر خیلی سنچ بالای 21 سال چه خیلی لاغر خیلی زیاد هم اصلا توان کار نداره بخاطر هم تو اون گمی تو بشک ذره درآمد برسه همی کار ساخت منیر نمیتونه. خیلی سوالای پرتکرار که میپرسین دیگه وایسا. گفته از کدام منطقه هستین؟ والا ما از ولایت غزنی ولسوالی مالستان منطقه شرداق هستیم که اگر منطقه ها را خوب بلد باشین ما دو منطقه ایم که دوستا سوالای خورا در لایف و در ویدیو ها پرسان. بعد از او یم از کامنت های شما عزیزان بود. خب یک برادر عزیز از ما گفته که آیا کسی مثلا در شما کمک کرده یا نه؟ یا خودتون همیتر با همفکری و همکاری خودگون خود چنل تا اینجا رساندین؟ والا ما آره کسی که کمک نکرد ولی خب ما تنهایی همه کارا رو کردیم. ادیت میزدم. یک داداش من بود داداش من مهدی که مگفت آتترام نه دیگه او هم خیلی کمک میکرد ادیت میزد. ادیت که قبلا ما بلد نبودم بعد از او که داداش من رفت سمت ترکیه اینا تازه اون وقت دیگه ادیت زدور زدم دیگه تا حد بلد شدم دیگه. خلاصه گفته که یک تشکری دیگه از همکارای عزیز کنم یعنی از یک سال یک و نیم سالی که با همکارای با یوتیوبرایی که بودیم خیلی خوش گذشت. مخصوصا اول از کی شروع کنیم از خانم شیرین دیگه همکاری خیلی خوب و زحمتکشی بود که ویدیوش در چنل ماست نه؟ آره اولین جور خلاصو آره خیلی زحمت کشید خیلی کمک کرد و تشکری منو الانم یک جهان سپاس از خانم شیرین دیگه. بسیار یک همکار خوب و پرتلاش و زحمتکش بود. یعنی من
چیز بودم چی بگم من اومد در خانه بودم از خواب که بلمه شدم جلوی در بود دیگه خلاصه دست در نگن انشالله که اون خیلی کمک در کرد. هر جای باش موفق باشد، در هر جای باشد انشالله که خوشبخت چنه آره. سلامت باشد و خوار عزیز از ما بود. واقعا دستش درد نکنه تا الان که الانم من خیلی ازش تشکری مونم هر دفعه تشکری و زحمت های از او رو فراموش نمونم. بعد از او میرسیم به او که سمت افغانستان رفت دیگه مجبور شدم بدون همکار نمیشد. بعد از او با تلاش های خودم بعد از 6-7 روز 10 روز بعد از 10 روز یه همکار خیلی خوب پیدا کردم که به نام انیس مالستانیه که ویدیوهایش هم برای سید کنن. ما که همکار ویدیو گرفتیم ویدیوهایش هم گذاشتیم. یادگاری منده داخل یوتیوب دیگه. دوستای عزیز ما 100% برای نگاه که انیس مالستانی خواهری از ما خیلی 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 همکار خوب بود، خیلی دوست داشتنی بود، مثل خواهر بود، مثل یک خیلی کی بود زکیه. حالا خب روش میرسیم دیگه. انیس مالستانی خیلی اما اولا که تازه ما یوتیوبر شدم، تازه در جامعه رفتم، تازه چند نفر دیگه همکاری کردیم دیگه. خلاصه همون کم تقریبا 2 ماه 3 ماه اینا ما ویدیو درست میکردیم ما هم دیگه. خلاصه از انیس مالستانی آقای هم تشکر مونم از خانوادهشی، بسیار یک خانواده خوب و با قابل احترام بوده و خیلی تشکری مونم از انیس مالستانی هم که زحمت های از ما رو کشید و ما هر دفعه مزاحم شما شدیم دیگه. زیاد زحمت کشید در خانهش رفتی، خیلی زیاد زحمت کشید. به خدا خیلی پذیرایی خیلی خوب، خیلی خوبی میکرد. زیاد به خدا دل برایش تنگ شده. آره دست درد نکنه. انشالله که هر جایی باشد شاد شنگول باشد، خیر ببینه انشالله که زندگی خود بچه خود که موقع زجر نمیگرد، همیشه شاد باشد، همیشه لبایش پرخنده، همیشه خوش باشد، خوش و خوشحال باشد همیشه. آره بعد از او یک همکاری دیگه هم که همون موقع که ما با انیس مالستانی همکاری میکردیم، یک همکار دیگه به نام زکیه غلامی که چنل یوتیوب شم مگه برای سیل کنی به نام زکیه غلامی و انیس مالستانی. خلاصه در چنل های زوام ما هستیم که بعضی ها پرسان که ایشون که یکی کدازی که همکاری مونید. خلاصه امی 2 تا همکار بسیار عالی بودن، بسیار زحمتکش بودن، بسیار امین که بوده خیلی زحمت های از ما رو کشیده، دستش درد نکنه. واقعا خیلی کمک کرد، خیلی کمک کرد. یعنی دستشون درد نکنه از همه همکاران، نه از یک نفرش بگم، از 2 نفرش بگم، از همه گیش بگم. خلاصه خیلی همکاری که دستشون درد نکنه واقعا دیگه. خلاصه اینا هم که وضعیت در ایران زیاد خوب نبود دیگه. بعد از اون سمت افغانستان همیگیشی رفت همکاری نازنین نو دیگه. بعد از اون از چند وقتی که موشد حالا ما گفته چرا که با نور هزار ویدیو کم درست مونه یا کم درست نمونه. خلاصه کم فعالیت میکردم در یوتیوب به خاطر رمزی بود، چون یک دلیل بود باید همکار پیدا میکردم که زیاد میخوام یک همکارای پیدا کنم، تجربه پیدا کنم، یک ویدیوهای خوب قشنگ بلده دوستا جور کنم دیگه. خلاصه ما همکارای خیلی خوب پیدا کردم، یعنی از این همکارای خیلی خوب دیگه پیدا نمیشه دیگه. دستشون درد نکنه واقعا دیگه. یک تشکری مونم از همه همکارای عزیز و یک نفر که تازه 1 دونه 2 دونه ویدیو که باهاش درست کردم، خانم نظری هست که تازه همکار جدید از ما هستن. تازه باهاش نبودیم ویدیو درست نمیکردیم زیاد، الان ویدیو درست مونیم. تشکری مونم از ایشون. فعلا بهترین همکارایی که دیدم. حالا ویدیو این یادگاری هست، اصلا فعالیت هم نکنم ولی فعالیت مونم بلده دوستا ویدیو منتشر نم که دوستام قابل قدر بدونه، ویدیو را سیل کنه، لایک کنه، حتما لایک ویدیو را بزنه زیر کامنت ویدیو
کامنت های فارسی انگلیسی فرق نمونه، هر دو تایش اگه بدید خیلی خوب میشه. دیگه تشکری منم امی ویدیو رو که تا آخر سیر کردید، تشکر منم. لایک سابسکرایب چنل یوتیوب ما فراموش نشه. اگه دوست داشتین در آن لایو ها حضور داشته باشید، هر شب ساعت 7 الی 8 اینا ما لایو داریم که دوست داشتن با ما صحبت کنن یا سوالی داشته باشن یا چیزی داشته باشن میتونن در لایو هم حضور داشته باشن و از نزدیک صحبت کنیم. دیگه زیاد ویدیو رو هم طولانی نمونم. فعلا خدا یار نگهدار شما تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ بیننده های عزیز، انشالله خوش باشید دیگه. خدا حافظ و خدا حافظ. خدا یار نگهدار.